شده خانم برش کن برش تا ما ببینیم که چابی خانم برش کن دوم تعطیلی میخوام ساعت تقریبا تعطیلی که کافونه باید صبح ساعت 8 بیایم این انگو بچید زنده بزنیم بیایشو خب مدیر زنده است ها باش شما صبح دیگه مریم خانم من راضی بشم نماز داشتم میکنه ها خوبه پیشم سلام خسته نباشی خوبی سلامتی سلام خوبی سلامت باشی ممنون سلامت باشی بر نبینی سلامت ممنون سفید خانه بفرما این بند برای تو آوردم سلامت باشی مریم خانه خوبی سلامت باشه چه خوبه سلامت باشی من مریم خانم من راضی بشم نماز داشتم میکنه ها خوبه پیشم هاش خانم برای دست در نکنه من خواهش میکنم سلامت باشی فرماده آیناز کجاست آیناز بدل عرصی خانم مهربان تنش شده رفتش خانم بردمش تا پایین رفت الان هم میاد منتظر خود بی میخواه خانم رات تو بیا ببینیمش دلت چه دیر اومد رفتش خانم مهربان سپیده خانم آقای وکیل یه مأموریتی براش پیش اومد رفت یه جای با آب رفته همزن جایزه وکالت داشت در رفت به خاطر امی از برادر آقای وکیل چه قبل نومه بی ایرو چیزی تو بار او بی آقا رضا برادرش از همون خواستم که بیایی تا بریم با هم امی سید جت بسونم داخل کارخونه یه کارخونه او بالای جت داره حالا بعدا خم خوشی خیم بریم سید جت بیارن حالا من تعداد شنونم چه چندی جت بیارن نکنه ممنون تشکر خدا بی قضا یه استادی هستی خواهم باش تماس بگیرم بگم مثلا سی اندازه تو قبلا استاد کو اومه ای رو با آقای استاد خمو همی سفر با خود کمچ کبی رفیق بیره الان خواه تماس باش بگیرم بگم مثلا چقدر جتی بر ای رو چه جتسیش بسونم بیارم خم رضا ریم ایسونی میوریم سید دست در نکنه ممنون تشکر خدا بی قضات کنه سلام برای همه تو همه بیننده از سلامتی بره مریم خانم پیش من ری شرمانده نبود خیلی زام راست بود دست در نکنه ممنون تشکر خدا همه تو سلامتی بره همه بیننده بره انشالله خیلی ممنون چه خبرسی سفید حق ایستای مستی خواهش میکنه عزیزم انشالله بتونیم مشکل شما هم حل کنیم و شما هم خوشحال بشید حقتون از نامادریتون نذاریم که حقتون رو بخوره یه کاری بکسی یا در حق ظلم کنه خانم براتی مریم خانم خوب خانم من خیلی دوستش دارم باش انشالله درست میشه بمونه اما خدا خوش بزرگی که مرچ کنه یه چی بود که شرمندهش نبود چشم حتما چشم خواهش میکنم چی درست کردی سفید خانم؟ آش درست کردم گفتم سی مریم خانم آیناز
دست در نکنه وسیله شخصه وردی دست در نکنه، چه بوی خوبی داره. دست در نکنه نیست زون کن زحمت چشیرین. خیلی هم قشنگه، آش محلیه، آش دوغه. ممنون. دست در خیلی دست در نکنه واقعا. قربونه نوش جونت. انشالله که موفق بود، سلامت بود همیشه. سلامت حق باشی. اسلام مسیح هم واقعا ما خوشحالم که اپراتور سپیده خانم هستم، چون همه چیت عالیه. ممنون. هم اخلاقت، هم رفتارت، هم شجاعتت، مهربونیت خیلی همه تحسین میکنم. مچیان خدا خوش که مکنه انشالله. انشالله. نه خیلی ممنون. شما بخورید، نوش جونتون. خانم پلاتو دست در نکنه میشونده توی سفیده ما برم. خواهش میکنم عزیزم، این صرفه. انشالله ما بتونیم برات یه کاری کنیم مشکلت حل بشه. خیلی ممنون سپیده خانم، لطفی کنی، دست در نکنی. خیلی هم عالی، خیلی هم بوی قشنگی داره واقعا، خیلی عالیه. دست در نکنه، لطف شدی. خوب شدی؟ دست خوبی؟ نه سپیده خانم هنوز خوب نشده، خیلی درد دارم. خدا خیلی ناراحت هستی تو دستیتونه. دست مجه سپیده خانم. یه زحمتی چشی سیمو. نه اشکال نداره، انشالله خوی و بوی زخم سطحی بمیزیر خود. خدا به حق اسلام مسیح شفا بره، سلامتی بره. سلامت باشی. انشالله تو به زودی خوب. ممنون عزیزم. سلامت باشی. دعا کسیش مریم خانم. تا قلب پاچه خوبی بخیر عزیزم. بفرما نوش جونه. واقعا خیلی خوشمزه است. نوش جونه. خیلی ممنون، تشکر. همیشه روز استفاده کردین، گفتم ده پای آش درست کنم. واقعا دست پختت عالی. دست در نکنه. نوش جونه. سلامتی خراوت بده. سلام. مخه خوشمزه. هلا سپیده خانم آرو تری اس وسیله تبنی یا زای ایرینه چه می خلفت کنی. باشه. ها همین الان. ها وقتی آشتونه خردین محکمش دادم. دست در نکنه. حتی زمان مچه ایرینه یردارین اینیشو به گوشه یه جای چند زیاد جمع نبینن خراب بخواه. ایرینه کلن صاف کن، مرتبش کچ آقای استاد بیاره ببینش، بگه چطوره، چندی جتی بره مرتب بون بهترین کار کنی. دست با وسیله نبود، چون جت وسایل خراب کنی زنه بشو. بعد از چیز چش چردیم انشالله چفش سیمانی کنیم. چفش چه سیمان چردیم در تا نه و کاری نم اوسه چفش سیمانی کنیم ده انشالله چه رو برای تری بیاد داخلش زندگی کنی و خشی. بخوام رای زای کارجری کنم یا بخوام رای نظافت کنم دادنش قلفی. بله ده یلا نامادری مریم خانم من بخواه بیان نی تری بیاد داخل در قلفی کنی اجازه نهارشو بیاد داخل. خواهش میکنم. خیلی ممنون سپیده خانم، خوشمزه بود. دست در نکنی. تا بشورم شد. بزن خون بشورم. نه بزن اکناسه بس. آنه براتون. بله سفید خانم خیلی تیزی شد اما الان تو
یه هیمه داره دیکنه بوشه زوی خیلی راست نمیسی؟ نه دست کنه که نیخواه هلای وسیله لزم کنی باش آنم رابطه بیزنشت میان رو حتما اینجا چیاره؟ ها دست در خواهش میکنه لا شب یه ایتری ای قولین تینا بو ایرو بشین نیستش بخواستین یا ایتری داخل اتاق بخواستین تا مینه راست کنی نه نیا بود داخل اتاق این بوزه اشکال نداره میزا اینی پند کنین فتونه نه خانه یک کار نمود زواست اما بشور دست تو بره؟ بره بره؟ ها زیل بود ظالم بود بیا زرنج بود خیلی تا بیامد نمیدونم میده انشاءالله چه ده تو من راست ایشون بهسه نه با مامان برو شده چی شده؟ خانم سرا آمدی؟ خانم بیا برسینا خانم بلش کن بلش کن خانم بلش کن خانم بلش کن خانم برای چنار بلش کن خانم بلش کن نه دیگه چه میگی نه داره بلش کن بیا برسینا خانم بلش کن خانم بلش کن سفیده خانم یونیسه برای از ازیاد شو کردی سفیده خانم خانم بلش کن خانم پلیس خبری کنم خانم بلش کن ابریاش سفیده خانم خانم یعنی چی؟ سفیده خانم حالت خوبه؟ سفیده پاشو حالت خوبه؟ سرت خورد به سنگ؟ چه کردی کشتیش؟ شیطون خانم بلش کن اذیتش مکن بیا برسیم تا ما پلیس خبر کنم آقا من پلیس خبر کنم یارو ایران پلیس خبری کنم یا برید سکو از فیلم داره چردم پلیس خبری کنم برید فیلم داره چردم ای دستم صوته سلام ایران ایران پلیس ایام مانه دزیری بیش همه ما پناهه تو خواستی بکشیش
چند وقت اذیت میکردی بزنی خانم تاخ نری بریش مرده اصلا سنر کن دورش کو به تاسید بگم آیدا می مریم خانم و این منظور اومده تیمو ما دختر خاله شو گفتی نه ما دختر خاله شو حق نداری بری گفتی نه تا باز ما ندزیری میش بیا و ما پناهی این چند سال اذیت میکردی بسندی هیچ چند سال وده دیوونه خانم ولش کن خانم بشی خانم تعم اسم ما یه خانمی نیخوام بی احترامیت کنم سلرکو تعم اسم خانمی نیتم بی احترامیت کنم در شن یه خانم تو خواستی بکشیش تو خواستی سم بریش این کشیم من الان و من رد اینا چی بکشیش رد داره خانم این چند سال اذیت میکنی خواهشتی که نوتا خواهم دختران خانم من نیرم اذیتم خانم میدونی تو روز شورن ده این مریم خانم پیش منه تو خانم اذیتش نکن مجری خانم ببین اسمت چنه اسمت سیزه اسمت بگو خانم این خانم افراد تو حالش خوب نیست این دختران گناه خدا نچردم مثل سفیده خانم زدی تو سن زدی تو سن برده اصلا نیفهمی ملوس بره ازیرو این خانم سکو الا سکو و سن قانونی رسیده سب که یه دقیقه با هم صحبت کن این خانم و سن قانونی رسیده حق داره خوش تصمیم بجرسی خوش الان خواه تصمیم جرفته چی پیشت زندگی نکنه پدرش هم در زندونه بخواه همون خونه زندگیش هم سی خود ما از این محافظتی کنیم تا وقتی پدرش آزارابی خمو یارم تحویل شدیم من میخوام بوارمش هیچ کم دستم نیست حتما خیلی کاری کنیش خیلی بوارش میخوام بکشمش خود انکاری کنی چی بود اما این مریم خانم اما هر چی که با اون داره گوش زور تا یورگو تا ملت زوسونه اومد گفتم یه اونه ای داره خانم تعریف داستیم جریه چه خانم تو خراب میدهش که خواهشتی کنم خانم من از این کاری خیاسی کشته حاضرم سید کارت لگنم ولی حاضر نیستم از صدی نه مدنی لبی آدیشی تو خانم من خون زرشی کنم خانم مریولی خانم من کمک کن این ما اجازه نیریم بریش سی تو خود همین الان انکار چردی چی خواهم بکشمش من نیتایم بریش بکشیش مسئولیتش الان جردن منه خانم الان قانون در آمده قانون در آمده برا بیاره خانم دوید خانم اذیتون شدی خانم ولش که دفعالش در آمده خانم ولش که اذیتش شدی خانم پیش سفیده خانم خانم این اسی کلفتی خیلی خانم خیبره کالت کنه دفعای اصلیش سونیم دفعای سونیم سیشوری تو مبرش خانم ولش کو ولش که دقیقه ولش الان قانون دارم تو برو داخل خانم خانم تو برو داخل الان مشکلت چیه ایگه دوست ندارم بیا و زور نیسته برا پلیس بیا تا برا بیارش مادرش مرده تی خیلی از زور بری برا پلیس بیا هر به قانون اجازه داری علمش بیا باشه برا نیست نه هیچ اتفاق بین نیفته برا سفیده خانم بوخش چه بخاطر پالت رفتن داخل خانه نیست سرت ضربه خواهم لطفا بوخش تو زنه میره کسی تو داران رسیدی نه دارد برستی نه راه نبرسیزم
ناراحت من نه ناراحت نیستم تعطیل رو خانم امپراتور دارم. یا خدا رو شکر. خدا رو شکر. دست تو در نکنی. به خدا شرمنده‌ام شدی تو سر ضربه خط مجری. کامران برات آب بیار. دست خانم همیشه میتونه اذیتم و گرفتاری هستیم یا آقای بی طلبکار میای میتونه اذیت موچه الا تا اساسی آینه از ناراحت بیرم اساسی تو ناراحت او تو باید بخش ناراحت چردم. نه گاسی تی گرفتاری لیاسی تو مثلا ایتونه ناراحتی هستی باز من تا اساسی آینه از ناراحت میای لاسی تو ناراحت اصلا این زینه همه چی من ایرانم دستم ریست. او مجری. اسلیز نامه تو خط ناراحت نکن من تایترو اجرم بوره نیلم بوره اجر دونی اذیتی کنه تامد آره همین. تا داره چی خواهم بکشم نه اصلا نه دردش مطلبش بای متسن. نه. بای من برای بیدی دیدی چون خامله بکشه. منه امی الان چندی ضربه زنگ سن. تو دوی چنه ریتنت ایسوسی دختر قام ناراحتم نو تایتران توانوی دارون نیلم تنه بود تا همی پیش من بود اجای استادی خانه تراتو یا قضایتی و مخردم اخته مخیری و قضات راحت بکتا کورید نکن یه تایزان راست کنه تا انشالله آمتی درستی تون کار کنی. یعنی نبود نه بیا اون باشه بزرگ آبایی تمام با سفید خانم من چه با روزات ماست گرفتن اومد هلا با ها بله هلا خامران اولو جات بیانسی تو شب مواظب خطو بود چیز چنش کنه آره اذیت تو نکنه خوبه خدا خوبه تا برن جات بیانسی دست در نکنه خدا نجات اومد ها اومد خدا تا باش برن جات بیان
ایا بیا خیلی قضاش کنه دست در نکنه. سلامت تشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم دست سفیده در خانم نکنه. ممنون. خواهش میکنم خدا حفظت کنه. خدا به حق تشکر. استای مسیح که مچت تا من بخوام یا آیناز بیا تا باشه ببینمش یا آیناز الان یا ها. دست در نکنه. سر در نکن خیلی ممنون. ایما این راست کنی در دیگه سری یردوی تا تو بیا. نه میتونی بیا چو تا بیا. بیرون شد. دست در نکن. باش. سلام خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ قربونه سلامت. ها آی خانم تاتوزه دست در نکن. تا ما برای جس بیاری دست در نکن. هم بیری باز تا بیا ممنون تشکر. دست در نکنه. خیال که مچت کنه. بله یه چی داره کارخونه جتی سو بالا راه دارش بری قبل نرفت میموزا رضایی کارت بوا ما زیر اول نظام حساب کنیم و صبح زود جهت بزنیم بی زحمتی بسو بیا و استاد تماس گرفتم گو شاید 6 تا 7 تا بخواه
جت تا حالا تو قیمتش بپرس من قیمتش چندی اگر به صرفه بیرن 7 بسو اگر جرونتر بیرم فعلا کمتر ایسونیم چون پیل نه آرام چه مثلا بسونیم یک مچی یه خانمی زی بیسیم تموم چی دیگه یه 7 تا 6 تا جسی خیلی خیلی نیست تعطیل کردن رفتی کار یعنی تعطیل شده تا صبح صبح بیرون باش دست تعطیل خلاص فجأت دونه چنده؟ دونه چنده؟ نفسش هم میره خب صبحش هم میره تیم باش خلاص صبحش هم میره تیم تعطیل میبگه خب؟ خب ساعت 5 بعد دیگه تعطیلی که کارخونه باید صبح زی ساعت 8 9 بیومیم خب بسیمیم بخشین ما بیرون برام کار داشت نه اشکال نه باش سلامت حالا انشالله فردا این بریم باش فردا انشالله اول وقت یا ها اشکال نداره حالا خب ما یه مشکلی صبح ساعت 8 9 در بیاو چه خون ساعت 8 بیم از کارخونه باز کنه ها حالا خب ما یه مشکلی سیمو پیش بی یه دختری تازه سفیده خانم پناه اشدا یه نامادری داره اذیتش کنه نامادریش اون رو یعنی ما خواستیم یه کاری کنیم که این دوره نبینه خواست بکششم چون نامادریشه پدرش هم زندونه ما خواستیم یه کاری کنیم که نبینش اون رو یه اتفاقی اومد دیرش به درجیره می بحث بیریم و اومد بیچ دوره کنه بوره سفیده خانم جلو نرش برش بخاطر میگه چه می دیرو بی انچه خمون خانم خوش زندگی در شرایط سختی بیکلنست تو ازت پناه داغی دختر خون خوش چون شرایط سختی داشت این دوره درچ که مثلا ولش کنم براخش تنهایی گناه داره هموس قبل نه او بسه که تلون آخرش هم سنو بزرش جفت چه پوشته بی تفاوت نیست مثلا نسبت به یه چی باید اپن آزمایش کنی بدبختی خوش زفتی زن خوبیه من والا خوشحالم که اپراتور شم نه بایستون که من شوکه فیلم نشون بجید تا در قد یه درامه داشتم ها انشالله حالا تا برم سفیده خانم اینه هم بگو صبحی حتما نیارسی
اینم خوب بذار خوبی؟ سلامت ما رفتیم دست بیاریم گفت ساعت 5 و ساعت 6 شامای دیر اومده ساعت پیش ما تعطیل کردیم باز زودتر بیومدیم صبح این هم گفت و چی زنجه که بخوایم بیاریم شو خمو دیر زنجه بوخش سوای صبح بزی دیام تا بخوایم بسونیم بیاریم تا 8 دست دنک بوخشین نومه دیر و بیایید دست دنک زحمت چشیریم دست در نکنید الا فردا باید چرین بیاریم بسلامت نیه بشینی چای بخری رضا بسلامت خدا دست در نکنی این از خوبی؟ عزیزم در نکنی دست نجا خانه پراش کوین دا بیری در نکنی بس خانه مرابا آفرین آین هست سبیده خانم و رضا رفتیم تاورو یه چموزان جبانش بی گی کارجایلی چی جسی زیرن رفتن تعطیل کنه ساعت 5 تعطیل کنه به خاطر می گفتین ده صبحی بریم بسونیم بیاریم صبحی ساعت 8 ریم بیاریم سیتو حالا با استاد خبر کردیم چه وقتی بمیرید ده صبحی کار کنیم باشه دست در نکنی سلام حتما دست در نکنی سلام خود استاد هستی خیلی بجوری خودی ده دست در نکنی خواهش میکنم سلامت باشی الا سفید خانم من هم ده دیر وقته خواستم با رضا برم الا چی گفتم یه خرافزی به شاکن آقا تو من توضیح برام چه رفتم بیرون از این ده با برم خونمون مواظب مریم هم بو مریم مواظب خود بو خود قربونت برای سلامت مواظب خود تو بو خرافز سلامت با تمام خود بخیر سلامت سلامت